بچه اول همه تقوی استوچیماست من انشاءالله در دوام یکان ساعتی به شما محفظه دارم خداوند اگر زبان ما را اشاره گرداند و اگر شما با ما تویخانیت بودید یک چیز فراموش نکنید اگر شما خلال دادید نه تنها آن چیزی رو که من بیان کردنیم از ذهن ما دور می‌رود بلکه شما هم از این محفل یگان نفع برداشته نمی‌کنید. عزیز خدا میگوید گر نکند فهم سخن مستمع قوت سمع از متکلم مگیر. از این خاطر از همه خواهش دادرای عزیز من واللهی که از شما هیچ وقت مقصد گمان بدی ندارم که در شما یعنی به آزادی یا به احترامی یا گویم که نمیدونم یا به فهمی از شما سرزند این چیز من در ذهن خودم قبول ندارم. من شما را همچه یک برادرای میدانم که بعد این قدر گویم تعلیمات ها و این قدر شنیدگی ها در شما باید یک جهان دیگر باشد. از این خاطر از همه خواهش برادر عزیز اگر خداوند ذهن ما را اگر قوی نگه دارد من خواهش دارم به شما یک صحبت و شما با دقت گوش اندازید و آن چیزی را که میشنوید از عقلگرایی خودتون نیست قال الله میگون و قال رسول الله میگون فقط به خاطر که شما از این نفع برده توانید. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الألباب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى الدين القويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من برای شما چگونه‌ای که وعده دادم یک صحبتی داشته باشم تا از این صحبت مقصد ما هم دلبرداری شما و همچنان باز آب خوردن ایمان شما مرادم همین است. قبلا از برادرانی که ما را قریب‌تر 20 خورشید ما در سفریم الحمدلله رب العالمین از چند شهرهای قزاقستان آغاز کردیم با مردم‌های خیلی زیاده الحمدلله رب العالمین ملاقات‌ها داشتیم. همچنان سفری داشتیم نو قریب 6 روز در یکوتی بودیم. مردم الحمدلله که بسیار خواهشی چند سالشون بود که ما نزد اونها رو بیم با اونها هم الحمدلله رب العالمین بسیار ملاقات‌های خوبی کردیم. بسیار آداب بلندی را از اونها ما با چشم دیدیم و الحال برادرای ما در این مسکو مثل برادر ما شیخ عمر، اینجا برادر ما رسول و شریف و منوچیر و
دیگر برادرایی که اینجا را راستی رو تکلیف کردن که مقصد اینجا در میپروی بعدا زیرا که ما سفری به طرف چلیابینسک داشتیم گفتیم خیلی خدا خواهد با این مردم سال گذشته بودیم ولی باز هم لازم هست ملاقات ها هر دم باشد لازم است آمدیم تا با شما صحبتی داشته باشیم. فقط از شما باز هم خواهش میکنم برادر عزیز بسیار آداب و رعایت کنیم. صحبت که من تمام کردم زیارت من خدا خواهد از همین جای من هم که شود فقط یک طریق زیارت میکنیم که برای که مثال مردم آزاد برآمدن میگیرد با همه شما خدا خواهد زیارت کردنیم. هیچ کدام کسی خواهش زیارت دارد هیچ کدامش زیارت هم کردن نمیمونه. فقط برادرها رعایت کنیم. حالتهای صحبت هم همین خطیبی که الان گپ زدن که میتونم از من با امروزی را شما بهتر میدانیم که همون تکبیرهایی که داریم قلبهاتون باشد همون محبت تکبیر در قلب نگه بدار خوش به حال و بیان کردن که تکبیر هم به خودش وقت داره و زمان داره. وقت زمانش هم بدانیم و از دنبال تکبیرها در یک ملکی که قرار داریم که برادر عزیز اینجا شما همه قانون قایدش هم میدانید که در دنبال تکبیرگویی های ما شاید با دایره های ما تمشیدن گیرد از دست ما شما هیچی نمیآید. از این خاطر همان محبتاتان خداوند زیاد کنه به سوی دین شد. فقط من به شما صحبت را آغاز می‌نمایم. الحمد لله رب العالمين قال في كتابه واغفر جناحك للمؤمنين والصلاة والسلام على رسوله الكريم قال في خطابه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال رومي رحمة الله عليه گر گل است اندیشه تو گلشنی گر گل است اندیشه تو گلشنی ور بود خار تو همه گلخنی گر گلابی بر سر جیبت زنم ور تو چون بولی برونت افکنم. بار دیگر برادران عزیز درود و رحمت خدا به همه شما باد. از این آیتی که من خواندم از این حدیثی که حدیثی متفق علیه هست من تو شما خواندم خواستم موعظه خود را با این خطبه خودم به شما معرفی کنم که این آیتی که من خواندم از سوره مبارکه هجر بود و حدیث بخاری و مسلم آوردم و 4 مصرع دیگر هم از جلال الدین رومی هم به شما خواندم. موضوع ما روشن شد این که در اطراف احترام و محبت گذاشتن بر یکدیگر. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من این آیت قرآن را معنا کنم، پیش از آنی که این حدیث را هم روشن کنم، در ذهنم قول ابن عباس آمد حاجی میرزا سمیده نماشتیم. این بنده اینه که خدا گفت هرگاهی که در منطقه ما باران میبارد دوست می‌دارم که در دیگر منطقه ها هم باران ببارد، اگر چنده که در آن منطقه ها من نه زمین زراعت دارم نه چاروا دارم، فقط دوست می‌دارم که این بارانی که در منطقه ما بارید این باران در دیگر مناطق هم ببارد. دوم،
هرگاهی که از طرف قاضی مسلمان ها خدمت در راه دین می شود، خرسند می شوم، اگرچند که من کار افتاده پیش قاضی ها نیستم، هیچ کار پیش قاضی ها ندارم، فقط از خدمتی که اونها برای دین میکنند من خرسند می شوم. سیوم برادران عزیز، ابن عباس گفت هرگاهی که یک کلمه را از دین خدا یاد میگیرم، تعلیم میگیرم، دوست می‌دارم که این را به گوش بنده های خدا رسانم. برادران عزیز، در برابرش قول ابولیث سمرقندی هم بسیار نیک می آید. بعدا انشاءالله من باز صحبت برای شما آسان تر میکنم. ابولیث سمرقندی میگوید خداوند بنده را اگر بد ببیند سه چیز به او عطا میکند، سه چیزش را میگیرد. یکم بر او علم میتید ولی یقینش میگیرد. دوم پایبند عمل صالح میگرداند ولی اخلاصش میگیرد. برادر عزیز، و فکرم که شرح توضیح حاجت نیست. نماز خوانده سیو ولی مادامی که اخلاصی بر نماز نداری، نماز از گردن تو ساکت شده سیو ولی ثواب نداره. روزه میداری ولی اخلاصی در روزه نداری. خداوند بنده را بد میدیده است. ببینید پایبند عمل صالح میکند ولی اخلاصش میگیرد. سیوم انسانها را مشرف بر صحبت عالم ها میگرداند ولی قبول نمیگیرد. در صحبت اهل علم اشتراک میکنند، بسیار مخلصانه، محبانه، ولی آنچه در اونجا گفته می شود قبولش در او نمی ایستد. برادر عزیز و گرامی، اولا از خداوند خواهان او هستم که این لحظه هایی که ما با شما هستیم و از راه خیلی و خیلی دور و با این قدر برادرای عزیز برآمدهایی که طی این 20 روز با مردم که خدا را به عدد شکر که شب موعظه، سحر موعظه، پیش از افطار موعظه، با مردم این قدر سوالها و جوابها و بسیار چیزهایی را از بین مردم آموختیم، شناس شدیم و خلاصه آمدیم که بسیار چیزهایی که لازم بود از بین شما من باید به شما مشورت کنم. تا از خداوند امید دارم که شما از زمره نفرهایی هستید که وقتی گوش میکنید بعد او در او حتما کمر همت میبندید. آیتی را که من خواندم برادرای عزیز، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، پروردگار مهربان میگوید هر کسی که اگر ایمان دارد، اسلام دارد، عنوان مسلمانی دارد، در برابری برادری خودش باید با تواضع باشد. باید در برابری برادر خودش احترام را قائل باشد. باید در برابر برادر خودش بسیار نیک دین باشد و بسیار نیک خواه باشد. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. حدیثی که برای شما خواندم حبیب خدا گفته است مؤمن از برای مؤمن کالبنیان، مثل آشیانه ها هستند. یشد بعض بعضا. حبیب خدا میگه چگونه ای که آشیانه ها، مستحکمی آشیانه ها بداشتن یکدیگر هست، اینش بالای اینش ساخته شده است، مؤمن ها هم باید با یکدیگر مثل آشیانه ها مستحکم باشند. بعدا برادران عزیز، سخنی را که از رومی خواندم
خوب با دقت باشین که این عزیز خدا چقدر اشاره زیبا کرده است. میگه گر گل از اندیشه تو گلشنی ور بود خار تو همه گلخنی. بنده های خدا میگه اگر گمانات نسبت برادرای مسلمان تا نیک باشد، اگر شما در برادر مسلمان تا همیشه خیرخواه باشید، حضرت چی میگه؟ میگه تو گلشنی، تو جنتی، تو اهل جنتی. ور بود خار تو همه گلخنی. اگر به شرطی که اندیشه های تو، خواهش های تو، فکرهای تو در نسبت برادر مسلمان نقش خار داشته باشد، تو یقینا حق جهنمی. بین همه گلخنی. بعد حضرت عجیب یک تمثیل مثال زیبا میاره. بین گر گلابی بر سر جای بزنم ور تو چون بولی برونت افکنم. اگر تو گلابی، برادر گلاب گفتن خوشبویی را میگن، اگر تو به شرط خوشبویی باشی، مردم ابی خوشبویی را میگن بر جای بزنم. و بلندی کیسه‌اش را میماند یا در کیسه که کستونش میماند یا کوی جامش میماند، دائم احترام دارد. اگر تو مثل انا همان خوشبویی باشی، تو برادر عزیز دائم گلی سری سبدی. گر گلابی بر سری جای بزنم ور تو چون بولی، یکی اگر مثل خصوصیتات فعل اگر نقش پیشاب رو بازد، ور تو چون بولی برونت افکنم. بین پیشاب میگه از درونش بیرون نمی‌پرتاید. یکی گلاب خوشبویی چیزی بیرون است در درونش جاش میکنه. برادر عزیز، منم خواهشم همینه که شما نقش گلاب داشته باشید، نه نقش پیشاب. شما گلاب باشید، شما خوشبو باشید، شما خوشبیر باشید. شما در نسبت برادرای مسلمان تا بسیار خوشبین باشید. برادر عزیز، این از تعویلات من نیست، این از علم من نیست، این از عقل من نیست. این آن پروردگاره که ملکش زوال نمی شود، عزتش از بین نمی رود، از بالای 7 طبق زمین و آسمان به شما این سپارش میکنه. اون پیغمبر نازنینه که شما برای او عشق میریزین، شما محبوبیتی او را از خداوند دائم تمنا میکنین، شما شفاعتی او را دائم از خداوند میپرسید. این سخن انا همون پیغمبر است که شما باید دیگرتون مثل آشیانه ها باشید. برادرای عزیز، وقتی که کتاب ها را ورق میزنید، در کتاب ها کیسه های دوا میخرید، معامله های برادرای مسلمان دوا میخرید که حقیقتا امروز ما و شما برادر هم کور شدیم و هم کر شدیم. گفته حضرت امیر سعید علی حمدانی چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی کور و کر است، بلکه از آن فروتر است. امروز چشم هامان میبیند، گوش هامان میشنود، ولی چشم ها دیگر حق دیدن هم نمیخواهند، گوش ها هم از حق گوش کردن هم دیگر خاموشند. حضرت میگه این چشم و این گوش از زمره گوش های کر و از زمره چشم های نابینا هست. زیرا برادرای عزیز، حقیقتا
من الان با شما صحبت دارم. من یک وقتایی در باب دروغ صحبت میکردم، زیرا که میدیدم برادرای مسلمان ما بی‌نهایت دروغ زیاد میگن. از دروغ صحبت میکردم و مردم راجعت کردم. الان با شما تاکید میکنم که دروغ نگویید. سه جمعه شما سرشار آیت حدیث در باب بدبختی دروغ گوش کردید. الان از مسجد بیرون میشید، در بیرون باز همون برادرای عزیز حال اوله مراجعت هایی که در بین برادران ما داریم برای وحدت، برای دوستی، برای احترام، برای قدرشناسی در دلها دیگر تأثیر نمیکنه، در دلها دیگر تأثیر ندارد. برای که دلها را برادر عزیز شما مثل شب، مثل آسمان تاریک سیاه کردید. دیگر در اونها قبول این سخنها بسیار دشوار است. ولی از خداوند امید است که میگه لکل شیء ثقاله و ثقالة القلوب ذکر الله عز و جل. هر سیاهی را با خودش رونده دارد. پیامبر گفت که دلهای سیاه را امر به معروف و نهی از منکر تازه میکند، پاک میکند. از خدا امید است که شاید این لحظه ها آن دلهای سخت و تاریک ما با سبب شنیدن آیت های قرآن و حدیث های رسول اکرم رفته شوند، تازه کرده شوند تا این سخنها در اونجا اثر خود بگذارند. برای ابن عازب برادر یکی از صحابه های پیامبر گرامی در حدیثی که روایت میکنند از پیغمبر ما حضرت چی میگفت ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا. عجیب حدیث برادر عزیز. دو مسلمان، دو برادری که ایمان با خدا دارند، ایمان با رسالت پیامبر دارند، وقتی که اینها دستاشون دراز میکنن با یکدیگر سلام کردن، فیتصافحان، دست بر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت و دست در دست یک برادر گذاشت. برادر عزیز، خداوند نبی برای تو، بر این مردک خوب، برای تو، بر این مسلمانی که با دل صاف، با یک نیت نیک دست دراز کردی، با برادر مسلمانت سلام کردی، الله مهربان چی پاداش میده؟ الا غفر لهما قبل ان یفترقا. بین یک لحظه که دست در دست برادر مسلمان بود، شاید 3 سکوند یا 2 سکوند دست از دستش گرفتی، الله مهربان به خاطر آن که تو دست در دست برادر مسلمان گذاشتی، غفر لهما از سر گناه هر شما پروردگار می‌گذارد. برای که شما با یکدیگرتان برادران سلام کردید. گفتی ابن عربی وقتی میگفت حضرت هم میپرسید ما معنی السلام علیکم، حضرت هم السلام علیکم چی معنی دارد؟ حضرت انت آمن منی. سلام این است که وقتی با یک برادر سلام کردی با دل صاف سلام کن، به خاطر ایمان سلام کن، به خاطر دوستی سلام بکن، یگان غرض در اون جا نباشد. مقصد این مردک شرایطش نقصره کرد، آبرو داره، منصب داره، فلان داره، با این غرض سلام نکن. اگر سلام تو خاص از برای خدا باشد، الله مهربان با یک سلام کردگی از سر کمبودی ها و خطاهای شما الله مهربان میگذشته است. حضرت یوسف و برادران عزیز شما اگر از کتاب ها هم نخوانده باشیم، بسیار تمام کینای حضرت یوسف را تماشا کردید. دیدین که این مردک شاهی داشت، این مردک رهبر بود، این مردک تمام خزینه ها در اختیارش بود. وقتی پرسیدنش ای یوسف چرا دائم روزدار میگردی؟ اگرچند که آخر همه در اختیار توست، همه مقصد از لذت ها و همه از شیرینی ها و همه از نوشابه ها و همه امکانیت ها را داری، برای چی روزدار میگردی؟ حضرت یوسف گفتن ترسیدم این که شاید سیر گردم و از حال گرسنگان به خبر مانم. برادر عزیز، شاید که سیر گردم و همین سیری تأثیرش به این رساند که از حال گرسنگان به خبر مانم.
گمان نیکی حضرت یوسف علیه السلام بینیم که مبادایی که یکی از حال برادران بیخبر ماند. آیا در شما ها هم برادرای عزیز خداتون در این مثال بیارید، شاید کدام شما امکانیت های خوب دارید ولی دیگر برادرای شما امکانیت ندارند. چگونه که الان در موعظه‌اش این مردک داملا خیر کرد، ولی ما از حال اونا آگاه شدن هم نمیخواهیم، آگاهی هم داشته باشیم. برادرای عزیز دست ما دراز نمیکنیم، دست دراز نمیکنیم. برعکس خدا نگه دارد، ممکنه که بگیم خیر خدا کینتش به دادن ما احتجاج سر میشود. جلال الدین رومی میگفت بالا نپرم نه لکلکم من، بالا نپرم نه لکلکم من، کس را نگردم که نسکم من. نه از شرایط و امکانیتم هوایی میشم، نه من انسانی هستم که یکی از فعل سکی گزیدن است در نسبت برادرم ایرا من روا ببینم. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. این حدیث نعمان ابن بشیر روایت میکنه. برادر عزیز، مثال مؤمن ها، مثال شما در درد، در مثال گویم در مهربانی، در یکدیگر فهمی، مثال یک جسد باید باشد. هرگاهی که یک عضو از شما درمان شود بینید تمام بدنتون درمان میکنه. شما را شکمتون درد میکنه، سرتونه، لیکن سرم درمان میکنه. وقتی که یک برادر شما هم مقصد درمان باشد، همه شما باید درمان باشید. یک برادر شما وقتش خوش باشد، باید همه شما باید دیگر خوش باشید. یک صحنه را از حیات حضرت ابوبکر صدیق و حضرت علی رضی الله عنه و شما گوشزد میکنم. بار این دو عزیز خدا زیارت خانه پیامبر آمدند. زیارت خانه پیامبر آمدند و هر دو در نزد در پیامبر راست شدند، نزد حولی پیغمبر در راست شدند. بعداً ابوبکر صدیق گفت، علی گفت مرحمت گفت. علی گفت نه شما مرحمت. یک احترام گذاشتن برادر عزیز. ولی داد میگیم بچه ها بشینه، یک کس به یک کس اهمیت نمیده. احترام. علی میگه شما گذارید، ابوبکر میگه نه شما گذارید. حضرت علی گفت ای بنده خوبی خدا مرحمت، مقصد من یگان رنجش ندارم، گذار. گفت ابوبکر من چگونه پیش از شما قدم گذارم؟ زمانی که پیامبر نازنین شنیدم که گفت از روزی که آفتاب برآمد تا زمانی که طلوع میکند، یعنی از ابتدای دنیا تا آخر دنیا، بهترین انسان مثل ابوبکر نخواهد آمد. من نمیتونم گفت پیش از تو قدم زنم. ابوبکر صدیق هم برادرای عزیز با این وصف یا با این تعریفی که برادرش علی کردن ببینید تیز جواب داد. گفت علی منم از تو مقدم نمیروم، زیرا این که من از پیغمبر خدا شنیدم که بهترین زن و بهترین مرد ازدواج کرد، مقصد فاطمه بود. بهترین زن فاطمه و بهترین مرد علی ازدواج کردن. تو بهترین مردی، زی خاطر تو هم حق پیش در آمدن داری. بحث میکنم برادر به یک پیش در آمدن یا به یک از پس یک دیگر قدم زدن. حضرت علی گفتن حضرت یک چیز دیگر یادآور شما، نزد دروازه بحث میرود. من از پیغمبر خدا شنیدم که ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارید،
ایمان تمام خلایق تا قیامت در پله ترازوی دیگر گذارین، لرجح ایمان ابوبکر، هر آینه وزنی‌تر ایمان ابوبکر رضی الله عنه می باشد. زی خاطر حضرت حق پیش در آمده را پیش بود. مرحمت حضرت با یک دمک شما میستین. منم از پیغمبر شنیدم که روز قیامت حضرت علی با همراهی امام حسن و امام حسین سواره به میدان قیامت می آیند، مادامی که مردم پیاده می روند. همه می پرسند اینها کیا هستند؟ آیا پیامبرند؟ ملائکه؟ نه، این علی است رضی الله عنه و این نبیره های پیغمبر است. برادرای عزیز، این مهر ببینید، این محبت ببینید، این اخلاص ببینید. بعدا میگه وقتی این بحث مناظره شون میرفت، صاحبای کتاب میگه الله مهربان جبرائیل روان کرد که بر محمد بگو که هیچ کدام اینها قدم پیش نمیگذارند، اگر ساعتها در اینجا ایستند از فضل یکدیگر بیان میکنند اینا قدم نمیزنند، بگو بر محمد تا اینها را وارد خانه کنند. میگه وقت جبرائیل محمد آگاه کرد که ابوبکر و علی نزد دروازه ایستادند و اونها خواهش در آمدن دارند، ولی در یکدیگر آداب میگذارند، در یکدیگر احترام میگذارند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم کنان میگه بیرون شد، دید ابوبکر و عمر با یکدیگر بحث مناظره دارند، از دستی هر دوش گرفت. در دست راستش میگه ابوبکر بود، در دست راستش علی بود. برداشتن تا گفت هکذا نبعث، ای عزیزای خدا آگاه باشین، گفت ما روز قیامت از خانه قبر ما گفت همچنان بلند میشیم و هر سه میگه وارد خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شد. مقصد چی؟ مقصد احترام گذاشتن. ببینید، بله، عقیده اهل سنت همین است که افضل ترین انسان بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق است، بعد از آن عمر فاروق است، بعد از آن عثمان است، بعد از آن علی رضی الله عنه. ولی با یکدیگر بین چقدر بین خودشان احترام میگذارند. برادران عزیز و گرامی، ما نیز باید در نسبت یکدیگر باید احترام داشته باشیم. ما هم در برابر یکدیگر باید قدردانی داشته باشیم، یکدیگر را دوست بداریم. بسیار مصرع‌هایی هست از عزیزای خدا که قابل شنیدن هم هست. میگه شاهی طلبی برو گدای همه باش، شاهی طلبی برو گدای همه باش، بیگانه ز خویش و آشنای همه باش. خواهی که تو را چون تاج بر سر میهند، دستی همه گیر و خاک پای همه باش. اگر تو بخواهی که تاج بر سر مردم ها باشی، بخواهی که مردم تو را بالای دست نگه دارند، خواهی که احترامت ای بین مردم گم نشود، عزیزی خدا چی میگه؟ دستی همه گیر و خاک پای هم باش.